این اولین پای بلند گلبرگ من هست. بیش قلاب رو از فضای ما بین اولین و دومین پای بلند اینجوری عبور میدم، نخ میگیرم میارم، یک پای کوتاه میزنم، یه پای کوتاه دیگه هم کنارش میبافم، 2 تا پای کوتاه بافتم. بعد میام یک پای کوتاه ما بین این رج و این رج میبافم. ببینید اینجا یه پای کوتاه میزنم. بعد اینکه این پای کوتاه میانی رو بافتم، رو سرش یه پیکوت میزنم، 3 تا زنجیره میزنم، برمیگردم روی پای کوتاه هم نخ میگیرم، یه بست میزنم. این میشه یه پیکوت. بعد میرسم به گلبرگ رج قبل ترش اینجا. چون ما یک رج از بافتمون با پای بلند تموم میشه، بافت حاشیه‌مون در واقع گلبرگمون، رج بعدی با 2 تا زنجیره شروع میشه بافت گلبرگ، درسته؟ پس اینجا من به جای پای بلند 2 تا زنجیره رو دارم. پس قلاب رو از